سلام. خیلی خوش اومدین به اولین ویدئوی کانال یوتیوبی من. اسم من زهراست و قرار اینجا راجع به ریاضی صحبت کنیم و یه توضیحی که دوست داشتم راجع به خودم بدم اینه که نه رشتم ریاضی محض یا ریاضی کاربردیه، نه رتبه فلان رقمی المپیادم، بلکه فقط ریاضی رو خیلی دوست دارم و فکر کردم که شاید بامزه باشه که این علاقه خاک نخوره، بلا استفاده نمونه، وگرنه منم خیلی چیزا رو از ذهنم میره وقتی کار نمی کنم. منم با بعضی مباحث ریاضی مشکل دارم و توی ذهنمه که از مباحث خیلی مبتدی شروع نکنیم، از مباحث دبیرستان به بعد شروع کنیم، جلو بریم و ببینیم که چی میشه. توی ذهنمه که بیشتر تمرکزمون روی حسابان و جبر باشه به اصطلاح حالا، و تو ذهنم نیست که راجع به هندسه یا آمار صحبت کنیم، ولی اگه شما بخواین میتونیم. خوشحال میشم نظرتون رو بنویسین واسم. اگر دوست داشتین لایک یا سابسکرایب کنید. چرا گفتم یا و اینکه ایده زدن این کانال برمیگرده به چندین سال قبل که ما وارد دبیرستان شدیم. سال اولش کرونا بود و سال دومش یعنی 11 قرار بود که امتحان حسابانی 1 رو بدیم و همونطور که میدونید خیلی با ریاضی مشکل دارن و اون موقع هم داشتن، ولی کرونا شده بود یه نور علی نور و یکی از دوستای منم خیلی مشکل داشت و شروع کردم توی اون 1.5 ساعت مونده به امتحان بهش مثلثات رو توضیح دادن و نمرش خیلی از اون چیزی که ما انتظار داشتیم بالاتر رفت و این شد یک تلنگری، یه نقطه عطفی که به این فکر کنم که خب پس شاید تنفر همه یا خوب نبودن همه توی ریاضی همش به خاطر خود ریاضی نیست، مباحث ریاضی نیست، بلکه من که نه از معلمام که بیشتر بلد نبودم و نیستم. شاید اون لحن هم تأثیر داره، شاید اون کتب تألیف شده هم تأثیر دارن و تنها هدفم این بود که اینجا دوباره اون اتفاق رقم بخوره که کمی نفرتتون به ریاضی کم شه، کمی درکش کنید و همین، واقعا همین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید.